بیعرضه های احمق، احمقای بیعرضه این شماها. یک بار نشد در این سالها منابع بنده بیاین مثلا بگن که اینها یک مطلب زدن علیه مثلا فرانسویان بایرن، فرانسوی های زالوی بایرن. یک بار نشد علیه هرناندز ولدالزنا مطلب بنویسید، علیه او پاوارد کثافت، آشغال کثافت و امثال اینا. مدام بیض مالی فرانسویان تیم رو کردید، خاک تو سرتون. یک بار نشد علیه لیگ وابسته انگلیس مطلب بنویسید، پشت پردهش رو به مخاطبینتون بگید تا متوجه پشت پرده ها بشن و قدر بوندسلیگا رو بدونن. اینا یک بار نشد علیه فیفای فاسد و یوفای دوست سر این کم حق خوری بایرن و منشاف رو کردن. او از حق خوری های رئال علیه لایپزیگ و بایرن و غیره و این هم از حق خوری در این یورو که خودشون اعتراف کردن که حق بایرن آلمان رو خوردیم. یوفا اعتراف کرد، کمیته داورانشون اعتراف کردن. یک بار نشد علیه اینها صحبت کنه. هرچی صحبت کردین چرت و پرت بده در این سالها. مدام گفتید که نمیدونم تل شماره فلان چیزش چنده و شماره نمیدونم چیز نمیدونم شماره قد کی چنده و سال 2024 نمیدونم کی تمدید میکنه که قرضی میره. اینا بیارزه های